سلام بچه ها. امروز من میخوام بهتون بگم که انتخاب درمانگاه توی کشور سوئد چجوریه. تو کشور سوئد اینجوری نیستش که من الان دلم میخواد برم این درمانگاه، فردا دلم میخواد برم اون درمانگاه. باید از قبل برنامه ریزی شده باشه، انتخاب کرده باشم که کدوم درمانگاه ها من میخوام برم. یه درمانگاه شخصی داریم که همون پریوات بهش میگن. یه درمانگاهی هم دارن که واسه اون رگیون، کمون یا شهرداری اون منطقه است. من توی سودرهام زندگی میکنم. سودرهام میره زیر نظر میشه گفت رگیون یوله‌بوری بهش میگن. بعد اینجا هم ما پریوات ها هم شخصی داریم، هم درمانگاه های به قول خودمون دولتی داریم. من یه درمانگاه خصوصی اولش اومدم اینجا انتخاب کردم، چون اولش که اومدیم اینجا زبان سوئدی و هنوز بلد نبودیم خوب. تو این درمانگاه یه دونه دکتر ایرانی زبان بود، برامون خیلی راحت تر بودش که بریم پیش اون دکتر. اما الان 10-11 سال از سکونت من تو سوئد میگذره، احساس میکنم این درمانگاه شخصی که میرم خوب کار نمیکنه و میخوام یه درمانگاه دیگر رو انتخاب بکنم. برای اینکه درمانگاه‌های شخصیشون خیلی طول میکشه که یه کاری رو انجام بده. البته دولتیشون هم همینجوره، اما شخصی‌ها برای اینکه خیلی تو خرج نیفتن، کارایی که مثلا عکس و پرو و هم آزمایش‌ها رو اینا رو MRI و اینا رو انجام نمیدن. یعنی میذارن خیلی بیماری پیشرفت بکنه که یعنی دیگه تو کج و کله بری و حالت خیلی بد بشه، بعد میان تازه عکس میگیرن، آزمایش خون میگیرن که ببینن تو اینطوری شدی. حالا بعد تشخیص گرفتم که بیام درمانگاه بچه‌هامو عوض کنم. بعد اینطوری هم نیستش که همینجوری برم عوض کنم. یه سایت داریم به نام الوا خوتیخو یا همون 1177 که مال سوئده. ما میتونیم بریم اونجا وارد بشیم و من بیام پرونده بچه‌های زیر 18 سالم و خودم رو بخونم و همونجا ما میتونیم بیایم که کلینیکمون رو تغییر بدیم. یا یه دونه بلنکت یا فرمه که الان اینجا میبینید نوشته رگیون یوله‌بوری، که من میام اینجا اسم خودم و یا بچه‌های زیر 18 سالم، بالای 18 سالم من دیگه اجازه ندارم کاری بکنم. میام فرم پر میکنم، بچه‌های زیر 18 سالم رو مینویسم. بعد مینویسم که اینجا نوشته که ما آرزو میکنیم اونسکمول یا هم آرزو اینه که ما میخوایم که مثلا درمانگاهمون از اینجا به این درمانگاه منتقل بشه. 1 ماه طول میکشه تقریبا که این پروسس انجام بشه. بعد از اون اگه هر وقت من میخوام دکتر رو ملاقات کنم یا مشکلی پیش بیاد، من باید به اون درمانگاهی که جدیدن انتخاب کردم مراجعه کنم. تو این مدت من نمیتونم برم یه درمانگاه دیگه. مثل ایران نیستش که مثلا الان من برم پیش این متخصص، پیش این درمانگاه سر کوچمون، فردا اون میگه اون دکتر خوبه برم اونجا. اصلا بچه‌ها سوئد اینجوری نیست. کارهای درمانشون خیلی طول میکشه انجام بشه. دکترای خیلی خوبی ندارن اونجور که مثلا تو ایران تعریف میکنن. اروپا من میتونم بگم که سوئد اینطوری نیست. برای اینکه خرج و هزینه درمانی و بیشترش رو دولت میده و مخصوصا بچه‌ها رو که هیچ چیزی زیر 18 سال هزینه درمان و دارو نمیده، تقریبا صفره، میان که خیلی طولم میکشه که مثلا یه دکتر بیاد مثلا تو میگی درد پا دارم، مثلا همین الان بری درد پا داری، مثلا یه میتونی راه بری، همین الان برات یه دونه مثلا رادیولوژی یا یه عکس MRI نمی نویسه. میگه که برو خونه یا مثلا پیاده روی زیاد بکن، قرص مسکن بخور. بعد تو این کار میکنی 1 ماه، بعد دوباره میبینی بدتر شدی، دوباره میای دوباره معالجه میکنن. بیشتر از چشماشون برای معاینه استفاده میکنن و دست و اینا، در صورتی که به نظر من یه تشخیص بیماری های داخلی مخصوصا با چشم و اینکه دستتو تکون بده، پاتو تکون بده خیلی سخته.
همینطوری شد که برای دختر من که تقریبا 1 سال طول کشید که تشخیص بدن که اینفلاماخون یا همون التهاب توی قسمت رون و لگنش پیدا کرده و بچه من تقریبا 7 ماه 8 ماه داروی مسکن میخورد و دکتر نمیومد براش بنویسه که یه دونه آزمایش خونه نه انجام داده، اما نشون نداد زیاد. اما بالاخره یه دکتر براش آزمایش بهش چی میگفتم MRI نوشت که اونجا نشون داشت که قسمت لگنش و استخوان اون قسمت رانش چیز داره، التهاب داره که الان داره دارو میخوره. برای همین من تصمیم گرفتم که من میخوام درمانگاهمو عوض کنم. حالا میام یه درمانگاه دیگه میرم، اسم بچه‌ها مینویسم و اونجا میبرمشون که شاید اونجا درمانگاه بهتری باشه. این هم از پروسه درمانگاه رفتن سوئد. تا یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.